ببین دور زمانه عوض شده. موقعی که من فعالیت تو بازار مالی رو شروع کردم بعد از چندین ابزار مختلف همزمان استفاده می‌کردم. یه سریاشون رو می‌خریدم، یه سریاشون ناقص بود، یه سریاش اینو داشت اون یکی اینو نداشت. الان همش یک جا موجوده و برخلاف آنچه که بقیه اساطیق درس میدن که تو باید بری رو تریدینگ ویو، بری اونجا تحلیلای خودت رو انجام بدی که آموزشش رو من در ادامه همین اپیزود بهتون میدم، بعد بری نمیدونم تو صرافی اونجا وارد بشی عددا رو وارد کنی. الان همش شده یه پکیج یه جا هست. تو پلتفرمی که بهت معرفی میکنم تحلیلاتو انجام بده، هر تعداد اندیکاتور که میخوای میتونی اضافه کنی، هر مدل تحلیلی که بخوای اینجا هست. پس اصلا نیازی نیست که تو تریدینگ ویو بری اونجا تحلیلتو بکنی بعد بیای تو صرافی معاملتو بکنی، بعد صرافی دراز هویت داشته باشه، ایمیل بده فلان. نه، الان ابزارهای دکس یا صرافی‌های غیر متمرکز خودشون همه کارا رو دارن واسه انجام میدن. پس ما باید با تکنولوژی به روز همراه باشیم. یه دورانی پول درآوردن خیلی سخت بود، الان پول درآوردن از آب خوردن واقعا راحت تره. به نظر من هیچ وقت به اندازه امروز ثروتمند شدن راحت نبوده. هیچ وقت به اندازه امروز پول درآوردن ساده نبوده. در ادامه این اپیزود به چند تا آموزش کلی رو میدم. باز توی قسمت‌های بعدی هر دفعه یه مسئله رو باز می‌کنیم و آموزشش رو می‌بینی. از طرفی در پایان هر اپیزود 3 تا سوال باید پاسخ بدی که اگر اشتباه پاسخ بدی اپیزود بعدی برات باز نمیشه. حالا تو این اپیزود می‌خوایم چیکار کنیم؟ چارت چیه؟ کندل چیه؟ رمزارز چیه؟ رمزارز چیه؟ همون کریپتوکارنسی. چارت چیه؟ کندل چیه رو در ادامه ویدیو بهت میگم. اگر اینا رو بلدی اوکی، برو قسمت سوالاتو پاسخ بده، ببین اگر میتونی برو اپیزود بعدی. اما یادت باشه من اینجا میخوام بهت یه پلتفرمی رو معرفی کنم که تا حالا تو زندگیت از نزدیک ندیدی و بی‌نظیره. همه امکانات یک جا جمع شده. یعنی تمامی امکانات تریدینگ ویو رایگان، بی نهایت اندیکاتور، بدون هیچ محدودیتی، ابزار دکس هم هست، امن، اوکی، سریع، همه چیش اوکیه. به نظر من بهترین ابزاریه که هر تریدری نیاز داره. حالا رمزارز چیه؟ قبل از اینکه بخوایم برسیم به اینکه چارت چیه، کندل چیه، ما 3 مدل پول داریم. یه مدل پول نقد که همتون میشناسید، اسکناس، دلار، یورو، تومن، چک، اینا همش پول نقده. یه مدل پول داریم ارز دیجیتال. ارز دیجیتال به 2 بخش تقسیم میشه. پولای توی بانک شما، اون عددی که اونجا نوشته توی حساب بانکیتون، مثلا من تو حسابم 6 میلیارد 10 میلیارد پول دارم، حالا مثلا چه میدونم 2 میلیارد پول دارم، عددهای کوچیک‌تر، مثلا 500 تومن پول دارم، این 500 تومنه یه عدد دیگه، یه عدد اونجا نوشته مثلا 5 میلیارد ریال نوشته، عدد دیجیتالیه. این پول ارز دیجیتاله. پس وقتی میگیم ارز دیجیتال همه فکر میکنن کریپتوکارنسی، اشتباهه. یک مدل دیگری از ارزهای دیجیتال وجود داره به اسم رمز ارز. رمز ارزها میشن بیت کوین، شیبا، توکنایی که خیلی زیاد پامپ میکنن، کوینا مثل نات کوین که خیلی خوب سود داد، مثل شیبا که خیلی ها رو میلیونر کرد، مثل توکنایی که اومدن و یه عده رو خیلی شیرین سود رسوندن، یه عده هم ضرر کردن، بدبخت شدن. اونایی که مدیریت سرمایه بلد نبودن، ریسک پذیر نبودن، بد ریسک کردن، مدیریت ندارن، اینا هم خب بدبخت شدن. تو بازار مالی مدیریت حرف اول و آخر رو میزنه که آموزش مدیریت رو ما آخر ویدیو داریم. شما تمریناتو شروع کن. همین آموزشی که من بهت میدم با این پلتفرمی که بهت آموزش میدم detotrade.io، بیا برو توش تمرینا رو استارت بزن، یه ذره باش ور برو، یه ذره ببین چطوری ثبت نام کن، بعد ببین چیکار میتونی انجام بدی. بعد در ادامه حالا بهت آموزش میدم چطور واریز کنی، چطور برداشت کنی، چطور ترید کنی، چطور تحلیل کنی، سوداتو چیکار کنی، چطور ریسک فری کنی. تک تک اینا بهت آموزش داده میشه. پس ببین این نکته رو از من داشته باش، هیچ وقت به اندازه الان برای ثروتمند شدن ساده نبوده. بنابراین تو هم به جای اینکه سخت بگیری همه چیز رو، باور کن که تو یک فیوچر میلیونری، تو آدمی هستی که قراره در آینده میلیونر بشی و من دارم راجع به $1,000,000 صحبت میکنم. و اگر فکر میکنی $1,000,000 خیلی پوله، کافیه سر بالا شهر بزنی ببینی یه خونه 2 خواب $1,000,000. راجع به دبی صحبت نمیکنم، تهران، محل خودتون، بالا شهرتون، یه خونه 2 خواب 3 خواب $1,000,000، 50 میلیارد، 60 میلیارد. و اصلا عدد دور از ذهنی نیست. 60 میلیارد اصلا عدد بزرگی نیست. حتی توی مغازه بخوای بخری، نمیگم تو بازار، همین جای معمولی برو قیمت بگی 100 میلیارد، 80 میلیارد، 50 میلیارد، به همین سادگی. خیلی شیک و مجلسی. یعنی جلوی خیلی از مغازهایی که داری رد میشی تو راسته بازار، همه اون مغازه 50 میلیارد، 100 میلیارد، 50 میلیارد، 100 میلیارد پولشونه. حالا راجع بازار 15 خرداد صحبت نمی‌کنم، اونجا 10 متر میشه 50 میلیارد. اونجا اصلا یه سری غرفه‌ها هستن 3 مترش 50 میلیارده. 3 متر مربع زمین، میگم زمین، مغازه 50 میلیارد تومنه. بحثی نداریم. میخوام به یه نقطه‌ای برسونمت
که دیگه 206 واسط 1 میلیارد نباشه بگی 16,000 دلار. پراید دیگه واسط 300 میلیون نباشه بگی 5,000 دلار. گرفتی چی میگم؟ میخوام تو رو به اون نقطه برسونم. در ادامه بیا روی چارت بهت نشون بدم کندل چیه، چطور میتونی تو بازار این چیزایی که من بهت میگم و کامل متوجه بشی. شاید الان اصطلاحاتو نفهمی اما قراره تک تکش یاد بگیری. با من همراه باش، دوره هم جدی بگیر. خب بریم سر وقت چارت. چارت چی هست؟ چارت نموداره. نمودارا به طور عمومی از 2 بخش تشکیل شدن. بخش اول سمت راست تصویر، همونطور که میبینید اینجا سمت راست قیمت بیت کوین رو ما داریم مشاهده میکنیم. از طرف دیگری سمت پایین تصویر ما نمودارمون بخش زمان رو نشون میده. یعنی الان من موسم رو اینجا نگه داشتم، این کندل، این شمع، چیزی که میبینید این سبز اینجا، این در تاریخ 9 اکتبر ساعت 18:23 است، این 18:22 است. هر کندل نماینده 1 دقیقه است. چرا؟ چون ما در تایم فریم 1 دقیقه هستیم. اگر اینو ببریم رو تایم فریم 1 ساعته، هر کندل نماینده 1 ساعت میشه. تو تایم فریم 30 دقیقه هر کندل نماینده 30 دقیقه میشه. و همینطور تایم فریم های مختلف، روزانه، هفتگی، 2 ساعت، 4 ساعت، 1 ساعت تا 1 دقیقه و 5 دقیقه و هر کدوم که حالا خودتون توش معامله بکنید. پس توی چارت ما هر بخشش یه کاری داره انجام میده. سمت راست قیمت، سمت پایین تاریخ. بسته به این که تایم فریم ما چیه، تاریخ مسلماً تغییر میکنه. مثلا وقتی رو تایم فریم 1 ساعته باشیم این قضیه متفاوت میشه. حالا این خطوطی که اینجا هست، این قرمز سبزا، داستانش چیه؟ اینها کندل هستن. کندل ها به ما قیمت و گذشته قیمت رو نشون میدن و ما بر اساس کندل ها شروع میکنیم به معامله کردن. هر کندل از 2 بخش به طور عمومی تشکیل شده. بخش اول بدنه کندل، بخش دوم شادو یا اون دومش، اون خطی که بعد از هر حرکت میندازه. چطور این تشکیل میشه و به طور کلی ما چطور میتونیم این رو تحلیل کنیم؟ در رابطه با تحلیل‌ها ما تحلیل پرایس اکشن داریم که بر اساس شکل کندل‌ها و همچنین مجموعه کندل‌ها ما میایم تحلیل خودمون رو انجام میدیم. روش تحلیل تکنیکال رو داریم که از اندیکاتورها و ابزارهای خارجی استفاده میکنیم و همچنین یک سری از روش‌های دیگه مثل فاندامنتال و حالا تو تکنیکال باز 1000 تا روش مختلف است. الگوهای مختلف، الگوهای کلاسیک، الگوهای حالا 1000 مدل هارمونیک، 1000 مدل هست که توی این دوره کلاب میلیونرها شما قراره استراتژی شخصی آدم مرادی رو یاد بگیرید. پس نه تکنیکال، نه فاندامنتال، نه پرایس اکشن، سبک آدم مرادیه. خب بریم داشته باشیم کندل چیه، چطور کار میکنه. کندلا ببینید همونطور که میبینید سبز و قرمزن. اول بریم ببینیم چی میشه که سبز و قرمز میشن. قیمت در حال حاضر 61770 لایو بازار در لحظه ضبط این ویدیو. چی میشه که سبز میشه؟ ببینید آخرین کندل اینجا بسته شده. بسته شدن یعنی چی؟ الان تایم فریم ما 1 دقیقه است، یعنی هر 60 ثانیه یک کندل عمرش تموم میشه. عمر این کندل که تو هر 60 ثانیه تموم میشه میره کندل بعدی. ثانیه 59 که این کندل تموم میشه و میره کندل بعدی، اون کندل جایی که هست بسته میشه. الان این کندل آخرین جا اینجا بسته شده. ما اینجا یک کندل دیگه داریم که الان توشیم، الان تو عمر این کندلیم، تایم فریم هم 1 دقیقه است. کندل بعدی اگر از اون 59 ثانیه که این کندل داره عمر میکنه 1 ثانیه بعدش بیاد پایینتر، قرمز میشه. اگر از آخرین ثانیه که اینجا بسته شد کندل، میبینید اینجا کندل بسته شد، اگر از آخرین لحظه که آخرین تایم عمر اون کندل بوده بره بالاتر، سبز میشه. پس پایینتر از آخرین قیمت بیاد پایین میشه قرمز، بره بالا میشه سبز. پس رنگ کندلا وابسته به قیمت اون چارته و هر چی که قیمت بیت کوین یا قیمت چارتی که ما داریم تحلیل میکنیم وابسته به کندل قبلیش، اگر بالاتر باشه خب میشه سبز، پایینتر باشه میشه قرمز. ما اینجا به طور زنده داریم ماجرا رو میبینیم، ولی برای اینکه بهتر ماجرا رو متوجه بشید من یک کوتاه مختصرم اینجا توضیح میدم. الان این کندل جایی که من این خط رو کشیدم که یک دایره آبی کوچیک داره، اینجا روی این نقطه آبی بسته شده، یعنی تو عمر خودش اومده اینجا بسته شده، بعد رفته کندل بعدی. کندل بعدی چون بعدش رفته بالا سبزه، حالا اگر از اینجا میومد پایینتر قرمز میشد. چی میشه که چارت اینجوری مثل الان که قرمز شد میاد یه خطی میشه؟ این شادو چیه؟ این دوم کندل که این شکلیه چطور تشکیل میشه؟ ببینید قیمت، فرض بگیرید این یه کندل منه. خب اگر قیمت از اینجا بیاد تا بالا، بعد این بالا توی اون عمر اون کندل که الان عمر کندل ما تایم فریم ما 1 دقیقه‌ایه،
اگر اونجا تموم نشه و بسته نشه و بیاد پایین، رد پای کندل به صورت شادو ما نشون داده میشه این شکلی. یعنی ما میگیم این کندل تا این بالا رفت، تا اینجا اومد، ولی کن که برگشت. پس اون رد پای کندل یعنی قیمت تا اونجا رفت ولی برگشت. حالا بدنه با بسته شدن کندل شکل میگیره. یعنی این بدنه رو الان میبینید، این بدنه میتونه همین شکلی بسته نشه، میتونه بیاد بالا و این کندل به این شکل اصلا بسته بشه. یعنی همین کندلی که الان ما داریم میبینیم ممکن حالا این لایو بازاره، هیچ ایده‌ای ندارم این کندل چه شکلی بسته میشه، ولی اگر برگرده بالا، این رد پای قیمتی که پایین اومده میشه شادو یا همون رد پای کندل یا دم کندل. ما به اینا میگیم شادو. پس از اینجا بعد هر کجا گفتم شادو، منظور این خطاییه که در ادامه بدن است. هر کجا گفتم کندل، همه اینها رو دارم میگم. و هر کجا اومدم بهتون گفتم این کندل، شما باید در نظر داشته باشید من دارم راجع به این کندل صحبت میکنم. پس به طور عمومی تک تک اینایی که اینجا میبینید کندل ها یا شمع هاست، چون این نمودار شمعیه. از طرف دیگری این دوما شادوها هن، قرمز و سبز بودنشون رو هم براتون توضیح دادم. از طرف دیگری ما باید ببینیم که چطور میتونیم بازار رو تحلیل کنیم. حالا روش تحلیل ما وابسته به شکل کندل هاست، چون هر کندلی برای خودش معنایی داره و ما با استفاده از ابزارهای مختلف و یا همچنین خود بازار در نهایت تصمیم میگیریم که وارد معاملات بای یا سل بشیم. توی قسمت بعدی در رابطه با بای و سل صحبت میکنم. شما میتونید تو بازارهای مالی معاملات فروش داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو ندارم ولی میفروشمش. به زبون ساده تر ما میتونیم از ریزش ها سود بگیریم، معاملات برعکس یا معکوس انجام بدیم. در معاملات برعکس یا معکوس سیستم اینطوریه که شما اگر قیمت بالا بره ضرر میکنید، اگر بیاد پایین سود میکنید. توی بازارهای بین المللی مثل بازار کریپتو که ما الان اینجا داریم درسش رو به شما میدیم، بازارها دو طرفه هستن. فلزا اون طرز فکر کلاسیک شما که فکر میکنه هر چیزی که میره بالا خوبه، یعنی هر چی میره بالا مثلا به به چه چارت سبزی، برای یک تریدر حرفه‌ای بالا و پایین هیچ تفاوتی نداره. هدف تشخیص جهت رونده. وقتی که من تشخیص میدم که بیت کوین قراره بریزه و میام روش معامله شورت میگیرم یا معامله سل میگیرم، از ریزشش یه سود درست حسابی میکنم. از طرف دیگری وقتی بالا میره من میتونم از بالا رفتنش سود بکنم. این به ما یک درس بزرگ میده، این که قیمت اصلا مهم نیست. یعنی بیت کوین $1000 با بیت کوین $100,000 با بیت کوین $10 میلیون برای ما هیچ تفاوتی نمیکنه. ما تریدریم، قیمت اصلا مهم نیست. چی برای ما مهمه؟ هر موقع بازار هیچ حرکتی نکنه این شکلی بشه برای ما بده، این بده. ولی وقتی شروع میکنه به حرکت این برای ما خوبه. حتی اگر این حرکت رو به پایین باشه هم خوبه. ما حرکت‌های بازار رو معامله میکنیم. یعنی این یه فرصت فوق‌العاده برای معامله بوده، این فرصت خوبی برای معامله نیست، رنج، حوصله سربره، بده. این خیلی خوبه. پس ببین ریزش بازار خوبه، بالا رفتنش خوبه. چیزی که این وسط برای هر تریدری اهمیت داره بالا و پایین رفتن، این خیلی خوبه، این خیلی بده. پس ببین چیزی که باید بهش خیلی توجه بکنی اینه که آقا ما اصلا اهمیتی به قیمت نمیدیم. چیزی که برای ما به شدت اهمیت داره حرکاته. هرچی حرکت بیشتر بهتر. ما عاشق حرکت‌های بازاریم. حالا در ادامه چند تا موضوع کوتاه بهتون میگم، این قسمت رو به پایان میرسونم. قبلا وقتی که راجع مثلا 2-3 سال پیش صحبت میکردم، اینجا باید چند تا نکته رو همزمان بهتون بگم، پس اینجا لطفاً سراپا گوش باشید. یک، نکته اول و به شدت مهم، به خاطر جنگ اسرائیل و ایران که در حال حاضر در حال اتفاق افتادنه، صرافی‌های دیگه مثلا بیتیونیکس، مثل کوینکس، کوین لوکالی، کوکوین یا مثلا تو بیت فرقی نمیکنه. صرافی‌های متمرکز که احراز هویت دارن یا حتی خیلیشون بدون احراز هویتن ولی متمرکز هستن، اینها به شدت ریسک محسوب میشن. چون شما تصور کنید اسرائیل بیاد اعلامیه بده آقا بیتیونیکس یا مثلا تو بیت یا مثلا کوکوین یا کوین لوکالی یا مثلا بینگیکس دیگه به ایرانیا خدمات نده، پولاشون رو بلوکه کن. تو فکر میکنی اونا به حرف مردم ایران گوش میدن و خودشون رو در معرض تحریم‌های سنگین قرار میدن یا اینکه پولای شما رو بلوکه میکنن؟ سوال قشنگی ها. اونا قطعاً پولای شما رو بلوکه میکنن. در حال حاضر کوین لوکالی فوق‌العاده است، بینگیکس فوق‌العاده است، تو بیت فوق‌العاده است، بیتونیکس فوق‌العاده است و من با تک تک اینا هم کار میکنم. ولی به خاطر جنگ ایران و اسرائیل توصیه میکنم که از صرافی‌های غیر متمرکز مثل همین
دتو ترید استفاده کنید. دتو ترید چند تا مزیت فوق العاده داره. یکی این که شما اگر بخواید همین چارت رو روی تریدینگ ویو باز کنید، باید اکانت خریداری کنید، 1000 تا دردسر دارید و از طرف دیگری اونجا باید تحلیل کنید، برید تو صرافی خودتون معامله کنید. در حالی که اینجا شما هم میتونید معامله انجام بدید با لورج 1 الی 1000، حالا لورج بالای 20 رو مثلا توصیه نمی‌کنم، ولی با لورج 1 الی 1000 میتونید اینجا معامله کنید و کانکت شدنتون هم یا با ولت یا با جیمیل یا با تلگرامه که من با تلگرام رو توصیه میکنم یا با جیمیل. خیلی راحت، بدون هیچ رد پایی از خودتون، بدون هیچ میشه گفت احراز هویتی شما میتونید معامله کنید. به شدت امنه، به شدت سریعه و فوق العاده است. یکی از نکاتی که نظر من رو خیلی جلب کرده اینه که خب ما توی تحلیلامون احتمال داره که مثلا نیاز داشته باشیم به اینکه از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنیم. حالا نکته، شما توی تریدینگ ویو بیشتر از 2 تا اندیکاتور نمیتونید استفاده کنید و شما وقتی که بخواید 2 تا اندیکاتور استفاده کنید حتما باید یه اکانت پریمیوم خریداری کنید. تازه این اکانت‌های پریمیوم هم باز بهتون میگن 5 تا اندیکاتور بیشتر اگر میخوای باید بخری. هر تعداد اندیکاتور که میخوای استفاده کن، بی نهایت هر تعداد چارت که میخوای همزمان استفاده کن. این خدمات فوق العاده است. یعنی شما تریدینگ ویو رو رایگان داری. برای ایرانی که خب نمیخواد هزینه کنه برای اینکه بخواد مثلا ماهی $80 ماهی $100 پول تریدینگ ویو بده و یک چارت فوق العاده سریع و ابزارهای کافی برای ترید رو میخواد، همون امکانات تریدینگ ویو رو اینجا رایگان شما داری. بر فرض مثال من ایچیموکو رو اضافه میکنم. خب در حالت عادی روی تریدینگ ویو اگر بخوای ایچیموکو و مکدی رو اضافه کنی، اتفاقی که میفته اینه که بعدش دیگه نمیتونی RSI اضافه کنی، ولی اینجا همه اینا رو رایگان داری. حتی میتونی اینا رو با هم دیگه میکس کنی و بیای خیلی راحت همه رو با هم دیگه داشته باشی بدون اینکه هزینه‌ای بکنی. یعنی تک تک اینا رو داری و از این ابزار به راحتی میشه بهترین استفاده رو کرد. پس ببین تریدینگ ویو رو هم اینجا رایگان داری. از همه مهمتر و ابزاری که واقعا به کار میاد توی این دتو ترید اینه که خب به غیر از اینکه یک ابزار آموزشی فوق العاده است، موضوع سر اینه که وقتی من میخوام یه معامله انجام بدم، مثلا اینجا میخوام معامله شورت انجام بدم، استاپ خودم رو تنظیم میکنم. مثلا استاپ من اینجاست، تارگتمو میذارم اینجا، فرض میگیریم من اینجا ورود میکنم، اینجوری معامله دارم میکنم. خب من اینجا ابزارمو میبینم، نقطه ورودم رو دارم، میام اینجا خیلی راحت معامله‌مو انجام میدم، معامله شورت، مارکت یا لیمیت، هر جور که بخوام. و هم چارت رو دارم، سمت راستم هم تریدم رو دارم و این ابزار یه ابزار فوق العاده است. هر آنچه که توی تریدینگ ویو هست و من اینجا رایگانش رو دارم و از این بهتر واقعا دیگه فکر نمی‌کنم جایی بتونید پیدا کنید. این ابزار یه ابزار بی‌نظیره. پس ما باید از فرصت‌های خودمون استفاده کنیم و نهایت استفاده رو ببریم. پس تریدینگ ویو رو ما اینجا داریم، ابزار هر جوری که بخوایم اینجا هست، هر کاری که دلمون بخواد میتونیم بکنیم و خیلی راحت هم میتونیم ترید داشته باشیم. اندیکاتور بی نهایت، تایم فریم فوق العاده، سرعت چارت بی‌نظیر، امنیت بالا، غیر متمرکز. کانکت رو میزنی با جیمیل کانکت میشی یا با تلگرام کانکت میشی، هیچ احراز هویتی وجود نداره، همه چیز سریعه، میتونی هر چقدر میخوای اینجا تمرین کنی، تست کنی و امکانات فوق العاده دیگه‌ای که میتونی اینجا دریافت کنی. خلاصه این که آقا این بی‌نظیره. دیگه چی میخوای من نمیدونم. در ادامه در قسمت‌های بعدی باز بیشتر برات توضیح میدم و با آموزش‌های مختلفی همراهت خواهم بود. مسائل رو برات باز میکنم و استراتژی شخصی خودم رو در نهایت باهات به اشتراک میذارم. تو شبکه‌های اجتماعی انگیزه بده، عشق کنیم، بگو ببینم با این دوره چقدر حال کردی، قسمت اول چطور بود و به سوالات در پایان این قسمت پاسخ بده که قسمت بعدی برات باز بشه. دوستدار تو آدم مرادی.